سلام و درود بچه ها. یه روم خفن 100 نفره ایرانی رفتم با دوستام، فقط بین خودمون بمونه. تبانی کردیم، 4 نفر نبودیم، خودتون ببینید. آها یکی دیگه اومد. این کی بود؟ اون مال مال استاد ما. بس خوبه. آره دیگه. بسته اینجا به بچه ها گفتم که دنس میزنم، همه تون بیایید. حاجی این چه وضعشه؟ بله بجای داره. بیایدم. این چه وضعشه خدا وکیلی؟ تازه 2 نفر دیگه هم هستن که حال میده نیومدن. خدایی. بابا شما کی هستی؟ نام مثلا میخوام اول بکنم. اینجا هم داشتیم میرفتیم توی این مود کوچیکی که لوت بکنیم همه با هم. اونجا یه ماشین دیدیم انمی بود، من زیاد بهشون توجه نکردم، همینجوری باز خودمون داشتیم میچرخیدیم که منو یه جوری زدن، نفهمیدم از کجا خوردم. بعد من انقدر درگیر این شلوغی بودم که زیادیم، اصلا حواسم نبود از پشت سر منو زدن، همون ماشین بوده و مردم.